شب اول بعد از جراحی شب بسیار مهمی هستش و احتمالاً خب شما با یک سری مسائل و مشکلاتی از جمله خونابه، بروز درد یا کبودی زیر چشم و تورم مواجه هستید. نگران نباشید و به نکاتی که در ادامه میخوام بگم حتما خوب گوش بدید و توجه لازم رو داشته باشید. برای اینکه خونریزی رو تا حدودی بتونیم کنترل بکنیم ما از پانسمان زیر بینی استفاده میکنیم. حتما اون رو تا یک روز بعد از جراحی زیر بینی داشته باشید و از خونریزی های خیلی کوچیک و خونابه هایی که احتمال داره وجود داشته باشه اصلا نترسید و نگران نباشید. سعی کنید حتما 2 الی 3 بالش زیر سرتون باشه و به صورت طاق‌باز بخوابید و از خوابیدن به پهلوها اجتناب بکنید. در داروهای ترخیصی که برای شما نوشته میشه یک قطره‌ای وجود داره به اسم فنیل افرین که اون رو تا 72 ساعت بعد از جراحی میتونید هر 8 ساعت داخل هر بینیتون بچکونید که باعث کاهش روند خونریزی میتونه باشه. داروهایی که ما بعد از جراحی برای شما تجویز میکنیم شامل یک آنتی بیوتیک هستش، معمولا سفالکسین با دوز 500 میلی گرم که باید هر 6 ساعت یک بار با آب فراوان میل بکنید. یک مسکن معمولی احتمالا میتونه درد شما رو بسیار کاهش بده، چرا که جراحی بینی اساساً خیلی دردناک نیستش. یک کورتون برای شما تزریق میشه، احتمال زیاد بتامتازون LA هستش که فردای بعد از جراحی باید به صورت عضلانی اون رو تزریق بکنید. و یه نکته بسیار مهم در داروهای بعد از جراحیتون استفاده از اسپری شستشو یا نورمال سالین هستش که این رو دیگه شما به صورت روتین تا 2 ماه بعد از جراحی باید دائما استفاده بکنید، به این ترتیب که هر 5 یا 6 ساعت میتونید اسپری رو جلوی سوراخ‌های بینیتون قرار بدید و با فشار 2 تا پاف داخل هر بینیتون انجام بدید. بنابراین مصرف داروها بسیار مهم هستش و باید رعایت بکنید تا انشالله مشکلی براتون به وجود نیاد.